ببین ولقد خلقنا انسان فی احسن التقویم. همینجا خوبه. به خاطر اینکه گفتم، به خاطر اینکه در کمترین امکانات ممکن که آبه بدون دورریز همیشه هم داره این میوه رو میده. یعنی یه دونه میکنی این نیست بگه نه من دیگه تا سال دیگه نمیدونم، چون سریعا مجددا صادق بفرمایید. این قسمت قشنگترین قسمتیه که میتونیم راجع بهش صحبت کنیم. لقد خلقنا انسان فی احسن التقویم. عربیشو خودم هم خیلی خوب بلد نیستم، مفهومو دریاب. میگه همانا ما خلق کردیم انسان را در احسن. وقتی به کار رفته میشه به معنی مثلا اینکه طرف رفته اکستنشن کرده موژه‌هاشو، تو میزنی به رفیقت میگی که خوبه، به نظرم خوبه ولی میتونست بهتر باشه. اوکی؟ منظور ما اصلا همچین چیزی نیست. فی احسن التقویم، احسن جایی که به کار رفته میشه مثل احسن الخالقین. اوکی؟ به معنی بهترینه، یعنی بالاتر از این دیگر وجود ندارد. اصلا دیگه بالاتر از این وجود نداره. انسان رو در بهترین و بالاترین، چرا نگفته احسن مثلا چی بگم، در بهترین حالت صورت، چرا نگفته در بهترین حالت مهربانی، چرا نگفته در بهترین حالت تلاش، چرا نگفته در بهترین حالت سختی کشیدن، چرا نگفته در بهترین حالت نمیدونم اختراع، گفته در احسن التقویم. تقویم یعنی چی؟ یعنی مکانیزمی من در انسان قرار دادم با توجه به مثالایی که برات زدم. خدا میگه وقتی قرآن داری میخونی فکر کن که خدا تو رو مخاطب قرار داده، داره مستقیم با خودت داره حرف میزنه. میگه اون مثالی که برات زدم انجیر، اون مثالی که برات زدم زیتون، اون مثالی که برات زدم تور سینین موسی، اون مثالی که برات زدم مکه، ابراهیم و اسماعیل و حضرت محمد و وای چه اتفاقایی در اینجا افتاده، اون در کمترین آب، اون در، حالا من تویی که انسان هستی را در بالاترین قدرت، پتانسیل و استعداد برای قیام کردن، برای رشد کردن، برای به خواسته ها رسیدن، برای اثرگذاری، برای قدرتمند بودن، برای منشأ اثر بودن، برای عامل بودن، برای قیام، حی القیوم، احسن التقویم. یعنی من تویی که انسان هستی رو در پتانسیلی قرار دادم، در شرایطی خلقت کردم، در موقعیتی خلقت کردم که بالاترین میزان قدرتی که میشه به یک موجود داد تا این موجود در هر شرایط، در هر موقعیت، در هر زمان، در هر مکان، در هر خانواده، در هر سختی، در هر کتک خوردگی، در هر طلاق گرفتگی، در هر بچه بد، پدر بد، مادر بد، مملکت بد، حکومت بد، دلار بد، اقتصاد بد، طلا بد، آسمون بد، زمین بد، دریا بد، غم انگیز، غروب طلوع، همه چی بر علیه منه. این زندگی سر دشمنی با من گذاشته، همه چی به ضد منه. خدایا عدالتت کو؟ خدایا مگه من چه کار کردم به جز مادری؟ خدایا مگه من چه کار کردم به جز فداکاری؟ یک عمر برای این زن و بچه تلاش کردم، آخرش هم اینجوری. مملکتی که اینجوری میکنه، مملکتی که اونجوری میکنه، مامان بابای من چرا من؟ احسن التقویم میگه من تو رو در بالاترین حالت قیام قرار دادم عزیز دلم. یعنی تو حالتی قرارت دادم که حتی نشانه و داستانی برات گذاشتم در طبیعت، همچون گل نیلوفر که تو لجنزار میشه لوتوس و گل نیلوفر. پس بهونه اینجا دیگه نمیمونه. این هم ارسلان نگفته، این هم نمیدونم ایکس و ایگرگ و زد نگفته که بگی آها نه این داره دروغ میگه که میخواد ما رو به ما انرژی بده. این اگه جای من بود، شرایط من رو داشت، ببینم این میتونست. این یه دونه سوره قرآنه، من تو تک تک سوره ها برات میارم همینو صدها بار، چون میدونسته انسان
نسیان، فراموشکاره، بهونه‌گیره، میل به تنبلی داره، ایستاه و غیر و ذالک. به همون دلیل میاد برای تو سند و مدرک میاره، در آخرش هم حالا بریم جلو. حالا اینجا اعتراض میاد تو سرت، میگه و بعدش ثمه به معنی یه دفعه نیست، به معنی نمنمه. رددنا اسفل السافلین، میگه بعدش فرستادیمش در قعر یه جای بد. من به لفظ عامیانه اینجوری دارم میگم و قعر یه جای بد. ببین بذار این مثال بزنم. فرض کن به شما یه دونه هواپیمای کنترلی میدن. اوکی؟ کنترلش هم میدن دست شما. این هواپیما رو در بالاترین و خفنترین امکانات ممکن اختراعش کردن، ساختنش. اوکی؟ میشه همه با هم به من جواب بدید و منو نگاه کنید؟ آفرین. یکی از تغییراتی که در جهان هستی به مرور زمان به وجود می آید که این الان یک مثالشه، اینه که شیطان نیروی اهریمنی، نیروی تاریکی، شیطان مال عرباست، خب باشه، با اسمها رو عوض میکنه برای شما. مثلا قبلا من بچه که بودم، رابطه‌ای که دو نفر با هم میزدن در میرفتن، کارشون رو انجام میدادن در میرفتن، اسمش لاشیبازی بود. الان اسمش شده رابطه بنفیت. او ساچ بیگ واو، چقدر خوشگل شد. میفهمی؟ اسم رو برای شما عوض میکنن. مثلا ببخشید دارم این مثالا رو میزنم، من باید بزنم که آگاه بشیم. ما مثلا بچه بودیم میگفتن، تو قرآن هم هست دیگه، میگفتن لواط. اوکی، الان میگه چی؟ دگرجنسگرا. میفهم؟ یه اسمای خوشگل میذارن روش که اون چرا؟ چون اون اسم قدیمیه در ذهن ما، در وجود ما اصلا کاری نداریم که اون آدم این کارو انجام میده یا نمیده، هیچ قضاوتی هم نداریم. اوکی، ما اون آدم برامون قابل احترامه، اما اینکه تبلیغش میکنن که برای من و تو عادیشه بده، این عادی سازیش بده. میدونی چرا؟ اسمو که عوض میکنی، مثلا اون کلمه‌ای که من به کار بردم ناخودآگاه یک بار القایی منفی روش هست. ببین چقدر هوشمندانه و زیرکانه این کارو میکنن. اسمو عوض میکنن، اسمو که عوض کردن میارن یه سری از آدم‌هایی که ما خیلی در سطح زمین مثلا طرفدارهای بسیار زیادی دارن، خیلی معروفن، خیلی محبوبن، رو میارن، پول بهشون میدن که راجع به این موضوع با کلمه‌ای به نام آزادی و روشنفکری صحبت کنه و این باعث میشه از این به بعد همون عمل دیگه، عملی که برای ما بار القایی منفی داشت، حالا تبدیل میشه به چیزی نیست. کارتون به کار هم دیگه نباشه، هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه، زندگی آدمو به هم دیگه ربطی نداره. این شده معنی آزادی. باز راجع به اینا جلوتر صحبت. این هواپیما رو اختراع کردن با بهترین موتور و بهترین بال و بهترین بدنه و دیگه خفن ترین حالت ممکن. میگه اگر 2-3 تا کاری که تو آیه های بعدی بهت میگم رو انجام ندی، این هواپیما با سرعت تصاعدی، اولش کمه یعنی نمنمه، اما هر چقدر این سقوط بیشتره یعنی طولانی تره، سرعت هم داره افزایش پیدا میکنه. تصاعدی سرعت داره بیشتر میشه، یعنی اون فردی که میره وارد فضای افسردگی میشه، اون فردی که وارد فضای مواد مخدر میشه، وارد فضای اعتیاد میشه، روز اول میگه من داداش 2 دود از این بزنم تا ابد، پنجشنبه به پنجشنبه 2 دود. بعد میشه حالا پنجشنبه از جمعه‌ام که دیگه ما بیکاریم، شنبه میخوایم بریم سر کار، بذار جمعه‌ام باشه، اوکی اشکال نداره. بعد این میشه شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، روزی 2 دود. بعد روزی 2 دوده میشه روزی یه نصفه. آفشو بده من بکشم دیگه، آفشو که. بعد دود تموم شد رفت. تصاعدی سقوط میکنه. حالا اینو شما تو رفتار با بچه هم میشه درش بیاری. فرمول کلی رو شما بگیر. وقتی خشمگین هستی و همواره خشم رو به بچه، به زن، به شوهر، به مشتری، به جامعه، کلاً عصبانی هستی، همواره در یک
سقوط تصاعدی در خشم داری جلوتر میری، هی عواملی سر راهت قرار میگیره که عصبانی تر باشی. عصبانی تر، یکی میپیشه جلوت 4 تا فحش خار مادر به اون میدی. پیاده میشی یکی بوق میزنه 2 تا فحش به اون میدی. میفهمی؟ هی جهان هستی اتفاقاتی سر راهت قرار میده که تو عصبانی تر بشی.